من شنیدم آدمای سفت و سخت مذهبی مثل شما وقتی که یه زن و مرد نامحرم زیر یه سقف هم قرار میگیرن میگن احتمال به گناه زیاده. آره؟ بله درسته، ولی دین ما برای اینم راهکار گذاشته. چی؟ ترک مکان و فرار؟ نه، حیفت میاد. برای اینکه آدم ها اینجور موقع به گناه نیفتن اسلام صیغه رو پیشنهاد میکنه. صیغه؟ یعنی چی این حرف؟ چیه؟ چرا میخندی؟ البته این فقط یه پیشنهاد بود، میتونی بگی نه. حالا اگه بگم آره این وقت شب کدوم محضر بازه؟ نیازی به محضر نیست. مگه بلدی؟ آره. میگم من و تو که انقدر با هم خوبیم چرا یه زندگی مشترک